کم کم داره یک شیوه نوین از اجرای طنز روی صحنه ها شکل میگیره. انشاءالله که حقیقت بتونم پایه‌گذار این کار باشم. در کشورهای دنیا به این شیوه میگن شومنی یا استندآپ کمدی و من سعی میکنم به شیوه ایرانی این کار زیبا رو تقدیم شما کنم و یک شب شاد و خاطر انگیز رو برای شما رقم بذارم انشاءالله. به افتخار خودتون و فقط در ایرانه که وقتی آقای یهو خیلی پولدار میشه پشت سرش بهش میگن مرتکه درستی. شاید نمو اقتصادی داشته. این چه حرفی تو میزنی؟ میگفت در اسپانیا 30% ازدواج‌ها از طریق فیسبوک انجام میگیره. اون وقت در ایران شما 3 ماه با طرف چت میکنی بعد میری طرف پسره. مریضی تو؟ چه بیماریه واقعا نمیدونم چی. عجیبه واقعا. و ناخواناترین جملات روی بسته های غذایی قیمت و تاریخ میشه. میگم من یه بستنی خریدم تولیدش واسه هفته دیگه است نمیدونم بخورم ولی اصلا کنم تولید میشه. تو صادق ترین همون لحظه ابری رخ ما شد به خود گفتم ای مبادا که حتی اخیراً من شنیدم سوهان قم ساخته چینم اومده تحت عنوان ها چون و پسرا. ما یه فامیلی داریم 28 ساله که بیکاره. 2 سال دیگه بیکار باشه بازنشسته میشه. خود من تا هفته پیش فکر میکردم که هوا مجانیه تا اینکه رفتم یه چیپس خریدم. دیدید ما میکنی 2 تا حلقه چیز وسطش معلق به هوایی بسیار. حتی من شنیدم اخیراً در بیمارستان ها میخوان عوض کپسول اکسیژن از چیپس استفاده کنن. پیشبار قبلستی. از کجا بگم براتون؟ یکی 2 تا نیست. خود من رفتم آدامس ریلکس خریدم، سوپرمارکت پول خود نداشت باقیشو بهم بده، باقیشو به آدامس شیک داد. چه روزی بازمان واسه چی؟ رو نوشابه نوشته خنک بنوشی. فکر می‌کردم بعد بجوشونی بخور نوشابه. داشتم از بدبختی‌ها میگفتم. یکی از دوستان حرفای جالبی میزد. میگفت اگه دیوید بکام اسم پسرشو بذاره ایام خیلی باحال میشه. گفتم چطور؟ گفت همه بهش میگن ایام بکام. اما میگفت خیلی بده که آدم فامیلیش قاسمی باشه و باباش اسمشو بذاره میرزا. مثلاش میکنم میرزا قاسمی میخواد چیکار؟ مگه از تو گوش من عکس میگیری؟ از اون وقت من از پشت من عکس میگیره. عکس پشت من به چه دردتون میخوره؟ کجا میخوای بفرستی این عکس‌ها رو؟ نشنم. یعنی مقدار باید انسان داشته باشی. بدبختی آخه یکی 2 تا نیست. میگم ما یک بار در طول زندگیمون بدبختی رو بوسیدیم گذاشتیم کنار. حالا دیگه ول نمیکنه. همش میاد بگه بوس بده. میگه بوس بده بعدم بوس. دیدید تو ایرانی با هم دیگه دعوا میکنن میگن که حالا نشونت میدم کجا رو میخواد نشون بده؟ من تو سن این جلوه این کلمه موندم. یکی از رفقا میگفت که یکی از دوستان اسمش سروشه، خیلی دوست دارم ازدواج کنه. بچه دار بشه من برم همه جا بگم سروش منتشر کرد. آخر یه جوری شده دیگه. یه سوالایی گاهی از من میگه تو چجوری پشتتو لیف میکنی؟ من دستم میگم من یه نقطه کور رو پشتم دارم، هیچ وقت نتونستم لیف کنم. 29 سال لیف نکردم. آخرش هم میرن از همونجا میگندم و میمیرم. مهمه برای تو از دست بابای من مدتی در فرانسه زندگی میکرد. من عکاس به این توپولی ندیدم. اما خوبیش به اینه که
شخصیت داشت، چشم‌های اتوماتیک داره، هیچ کدوم از عکساش نمی‌لرزه. تمام لرزشو بدنش میگیره، خیلی اتوماتیک. و خوبه که خداوند غیر از استعداد چاقی استعداد عکاسی هم بهت داده. خیلی شکرم. همون آقای روز بهم میگفت در روزهای بارونی فرصت خوبیه که از پنجره توف بندازی رو سر مردم که نمیفهمه بارون رو توف قاطی میشه. طرف خونش آتش گرفته بود، زنگ زده بود 118 گفته شماره 110 رو میخوام. آدم میتونه اینقدر کون ذهن و بدبخت باشه. یکی از من پسر خواهر خودم اسمش کاظمه. یکی از رفقا اسمش کاظم بود، برای باباش نامه نوشت من کاظم پول لازم، باباش نوشت من تو را پس خراب. از کجا بگم؟ اما آیا هیچ وقت دقت کردیم به این قصه های قدیمی؟ اگر دخترک کبریت فروش هم ساپورت میپوشید داستان عوض میشد اصلا.